النقطة الأخيرة لهذا این که الان ما تورای کانادا نیستیم و الان دبی‌ایم همچنان و چه اتفاقی افتاده رو توضیح میدم، ولی فعلا اینجا رو دریا تا ابد. فندق کوبسورن المطار. ببین فندق که میدونم فندقه، ولی قطعا حالا من نمیم اون چی خونده میشه، ولی کوبسورن میدونم نیست. فندق المطار میلینیوم، اصلا میلینیوم. پیاده اومدم یه داروخونه، یه دونه از این کولد کندی ها گرفتم، بعد واسه گلو درد، بعد سرما خوردم، حالا دارم پیاده برمیگردم برم هتل. 3 ساعت دیگه دوباره باید فرودگاه باشم. پرواز کنسل شد، افتاد فردا شبش همون ساعت، ولی باز اونم کنسل شد. من هیچ وقت فکر نمی کردم برای اینکه بخوام برم ونکوور باید برم آسیا شرقی. بعد ایمیل اومدش که ریفاندت اکسپت شد. شبی زنگ زد گفتش چی ریفاند کردی که $50؟ گفتم مثلا هیچ کاری نکردم. گفت پروازت ریبوک شد، باید برید تایوان. اصلا زنگ زدم به یکی از دوستام، گفتم آقا همچین شرایطی پیش اومده. اونم گفتش تو که کلاتم بیفته اونجا نمیری، حالا که فرصتش پیش اومده برو ببین چه شکلیه. من گفتم راست میگه، چرا که نه، باشیم بریم تایوان ببینیم چه شکلیه، چه بویی میده، آدماش چه شکلیه، غذاش چه جوریه. ببین جالب بودش، رفتم دیدم چه شکلیه، ولی هیچ شناختی نداشتم، نه از فرهنگشون نه از ارزش پولشون. دیدم اوضاع خیلی پسه. گفتم برم یه دونه لاونج بگیرم بشینم کارامو بکنم، ولی بعدش یادم افتاد میتونم برم لوکیشنمو ببینم که کجام، و واقعا وقتی توی گوگل مپس دیدم که تایوانم، دیگه باور کردم که تایوانم، چون باور نمی‌کردم. خیلی هم نگران چمدونام بودم که وسایلم برسه، چون وسایل کنسرت توش بود، که گفتن آقا اوکی این سری میرسه و نگران نباشون. شیلنگ نداره. قبل پرواز یه غذا بگیرم بخورم، چون مثل این که غذاشون بده تو هواپیما نشد. مکدونالدشون هم بس، اسم اینم که خودت میخونی من نخونم. 100 رحمت به کافه رستوران‌های تهران، نامرد کاهو گوجه و همه چی رو با هم داغ کرد. یه گاز زدم سوختم. چه وضعش رو یه دونه از اینام تازه داشت فرو می‌کرد، یعنی میگفت همین که هست، حالا میخوای یه دونه چایی هم روش بگی به همین قیمت $7.
رسیدیم. دوش گرفتن چه نعمتیه خدایی. داشتم میمردم. 3 روز تو راه بودم. حالا دوش میگرفتم ولی اینکه لباس تو عوض کنی، یه لحظه ریلکس کنی، هیچی. تازه زنده شدم. دیشب 2 تا از دوستام نجاتم دادن. الان یکی دیگه از دوستام قراره نجاتم بده که اون نجات دهنده اصلی قرار بود باشه که حالا به خاطر این برنامه هایی که این شکلی شد یه خورده نجات دادنش طول کشید. از روز اول خیلی ویدیو نگرفتم واسه ولاگ، چون بعد از 2-3 سال میخواستم رفیق صمیمیمو ببینم. دارم راجع به ایمان حرف میزنم و آدمیه که خیلی تاثیر مثبتی رو زندگیم گذاشته بود و ترجیح میدادم دوتایی بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم و یه کچاپ بکنیم ببینیم مثلا چیا شده تو زندگیامون. اولش رفتیم یه جایی که کافی و صبحونه زدیم و کلی صحبت کردیم. بعدش منو بردش استودیوی کومان و خیلی راحت بگم خفن ترین استودیو ویدیویی بودش که دیده بودم. یعنی واقعا لایق انقدر موفقیت و محبوبیتم. کومانو دارم میگم. بعدش یکی از دوستام اومد دنبالم که اونم تازه رسیده بود ونکوور. گفتش که میخوام ببرمت یه رستوران خیلی خفن. گفتم کجا؟ گفت میریم غذای تایوانی بخوریم. من اینجوری بودم نه تایوان چرا، بس تایوان نمیخوام. بعد گفت آقا راست می بیا بریم تو این رستوران. یه سری غذاهایی میدن، غذای تایوانیه و یه سری سوپ دارن، نمیدونم فا some shit like that که خیلی مقویه. این اولین وعده ناهار فو یا همون سوپ نودل با گوشت ریر. نه چی هست؟ پورک و فرایید رایس. آها این سوپ مرغ رو باید میزه این برنجه با پورک میزنه. بحثت اینه. خیلی این سیستمش ولی ایرانیه. ریحون و جوونه ماشو میریزی با هم میزنی و از این صحبت ها. قاشقه ولی خیلی جالبه. بعد من سرما خورده بودم دیگه، داشتم میمردم. توی پرواز تایوان به ونکوور سمت چپم یه پیرزن چینی مریض نشسته بود، سمت راستم یه بچه چینی مغزی مریض نشسته بود که این زنه که دندمو خورد کرد. 5 بار زد تو دندم بدون اینکه بدونه، شادم از قصد بوده. دفعه 3 زد گفتم منم میزنم، نزدم. دفعه 4 زد گفتم منم میزنم، نزدم. دفعه 5 زد پاشو لگد کردم. این دیگه یو جمع کرد خودشو. از اینجور صحبت‌ها هی چشم میافتادیم و پروازم که نمیگذشت. 10 ساعت پرواز بود. هی میدیدم داره فیلم‌های دریوری تر میبینه، یکی از یکی بدتر. بچه شنبه ونکوور اولین کنسرت سولومه. بچه شنبه ونکوور اولین اجرای سولومه. بچه شنبه اولین اجرای سولومه تو ونکوور. میبینیمتون هاربر کانونشن سنتر. اولین اجرای سولو مهراد تو ونکوور. بچه شنبه اولین اجرای سولومه تو ونکوور. میبینیمتون بچه شنبه اولین اجرای. تمرین رو انجام دادیم، داریم میریم غذا بزنیم. اینجا شهرشون خیلی خوشگله. ساختمونا رو ببین. تهرانو ول کردیم کف دستان جعبستان. ونو ول کردیم اصلا. تهران کردیم کف دستان جعبستان. تیم بات ایون اصلا شبیه استان. Med bas distans det var isfaltur och artistarna går vars. Det långis heter یه لانگیس هیتر ولی میدونن تا خوب برای الانچ لانگیس هیتر ولی تا میدونن خوب پس حساب الان میذار
چی؟ خفنه، خیلی خفنه. صبح زدیم؟ من چیزایی مثلا مهمونه کم آورده بود. سانتا ویتوریو نبیول. من فکر کنم مهراد حتما باید من کمک کنه. Okay. Hi, awesome. We have the... Okay. Hi, پریمورده خوبه از کجا میفهمی؟ میدونی؟ دنبال این چیزا باید بگردی. این دونه ها رو میبینی؟ دونه سیاه یعنی وانیل واقعی ریخته، اسانس نداره. بعضی جا میری اینا رو نداره. این یعنی اسانس نیست واقعا. مثل سگم. آقای منجای قشنگی ما رو آوردی. هر جایی ببرم قشنگ. عالی. جایزش نمیرم. سپر رو در تصویر داریم. قراره بریم موزیک کار کنیم الان. اینجا چیه؟ ایمان گفتی؟ آپارتمان. خونه مردمه. خونه مردم میگیری بگیر اون. ویو ابدی مشجع. آقا ایمان ما رو آورده یه جایی با سپر. اول با این چای برنج شروع شد. این سوپ چیه؟ این سوپ سوپ اصلا من سوپ طرز تریاشو اگه بخوری میفهمی روی جوراب میده برنج پس روی جوراب. اوکی. برای یه تیم فوتبال سفارش دادم بچه‌ها. یه همچین سیستمی داره شما مثلا اینا فشار میدید و توش با شکلات بشین مثلا اینجا توش سلام. اگه نمیدونم واقعا چقدر جا داری.
عالیه. تا یه نوری هست یه ویدیویی بگیرم، چون تو این محله تقریبا نور نیست. ایمان میگفتش که اینجا یه حالتیه که خیلی اعتقاد ندارن که توی طبیعت باید نور و برق و اینجور چیزا باشه، چون طبیعت رو اذیت میکنن. الان جلوتر رو که بهتون نشون بدم متوجه میشین که دارم راجع به چی صحبت میکنم. خیلی محله باحالیه. عین شمال، فقط شمالو بهش برس دیگه، یعنی انقدر بهش برس که بهشتش کنی. خیلی خفنه. من با این محله خیلی 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 حال کردم. خب هیچ نیستم دیگه، سیاه شدم کلا. من دارم راجع به همچین چیزی صحبت میکنم که اینجا الان دیگه ته نوره، بعد جلوتر رو که نگاه میکنی اینجوری میره به سمت سیاهی دیگه، یعنی تموم میشه نورها از یه جایی به بعد. این همون جایی بودش که الان باهاتون صحبت کردم. اینه برنامه. ببین اگه با فلش لایت بخوام برم بازم این شکلیه، یعنی ترسناکتر هم میشه. حتی 2 روز قبل کنسرت پاشیم کار داریم. کم کم رسیدیم به شهر. ساعت چنده؟ 47. بریم یه ایزیران نیم ساعته بزنیم. کوچ آریا بهمون گفته که باید نیم ساعت خودرویی فقط. سر صبحم حال میده. این سیستم چراغ قرمزشون واسه یه عابر پیاده هم خیلی تر و تمیز بود. اوه اونجا رو میگم یه دکمه سیکتیر داشت، اونو زدیم به حالت تا چراغ قرمز بشه و همه ماشینا وایستن. سر صبح خیابون رو بستم. وایستادم که برسیم به جایی که گفتن میشه دویدو تمرین کرد و باحاله. رسیدیم به قسمتی که توی همه فیلم هست. ریل و از این صحبت. خوب سرده، قشنگ سرده، باد میاد. ببین اینجا خیلی اتفاق عجیبی افتاد که نتونستم ویدیو بگیرم. یعنی چشام چیزی رو که میدید باور نمیکرد. یه خانواده با یه سری بچه توی دمای 3-4 درجه اونجا وایستاده بودن دم ساحل و با مایو بودن و واقعا سرد بود. غلط ترین نوع ویدیو گرفتنه دیگه. بدوی ویدیو هم بگیری، نفس هم بزنی اینجوری، ولی عجب جایی. شمال دیگه، ولی خیلی خفن‌تر. داشتم تو اون لحظه فکر میکردم کجام، چی کار دارم میکنم، آیا تصمیمام واسه زندگی درسته، اصلا مهاجرت کردن کار درستیه یا نه. کم الان شلوغ‌تر شد شهرشون. میشه سرچی ریز شد. انشالله که زیرمون نمیکنه دیگه. تایمرم برات میزنه نامرد، یعنی حواست باشه دیگه، قرار زیر شی. این داشتم به چی فکر میکردم، به این که الان مثلا من یه از یک کشور دیگه، یه قاره دیگه اومدم اینجا، بعد
7 صبح پا شدم سر رفتم دویدم ورزش همو کردم و این صحبت ها. اما مثلا دارم از بغل یکی رد میشم که ساکنه اینجاست و صبح داره پا میشه، حالا احتمالاً چما بره مدرسه یا حالا سر کار، تیپش میخوره داره میره مدرسه. و مثلا الان منی که دارم از بغل اون رد میشم، من کجای زندگی من چی کار دارم میکنم، اون داره چی کار میکنه، دغدغه‌های اونا چیه، دغدغه‌های ما چیه. خیلی چیز عجیبی بود. یه لحظه داشتم فقط به این فکر میکردم مثلا هیچ ربطی هیچ جوره تو هیچ فیلدی به هم نداریم، یعنی صفر. مثلا اون یه چیزای دیگر رو تجربه کرده، یه چیزای دیگر رو دیده. من مثلا اینجا رو میبینم میگم شمال بریم محمود آباد، بریم مثلا امیردشت یهو، ولی اون مثلا میگه خب شهر باید این شکلی باشه دیگه، یعنی جور دیگه ای فکر میکنه. ورژن ایرانی اینو بخوای در نظر بگیری، این باید بشه KMC، این باید بشه یه دونه BMW قدیمی، اونم سراتوه، این یکی هم یه دونه ماشین چینیه، اونم خب کورولای قدیمیه. الان مثلا یه دونه چری هم رد شد. الان اون از این ماشین چینی جدیدا چی بودش؟ فونیکس. الان بعدیم سوپر ژاپنی، اسنک های ژاپنی اینا هم میمونن. قورباغه رو بگیریم. قورباغه. اینم قورباغه است. جیم Beautiful. Blocking my shot. کاملا ساخته میده. آره. بعد تکنه می‌کنه دیگه اون. این واقعا ارتفاع زیاده. صدای انسانه ها، میدونی چی میگم؟ این وحش قشنگه. نام هست، نام بالا. اوه مهراد بریم اون بالا. کجا؟ او؟ آره. شیشه شدی و مدرنش کردم. ایگلای اینجا چشم آقا. یه چیز خیلی باحالی که داره اینه که با پروژکتور داره رد پای حیونا رو میندازه و اگه داره خرس رد میشه از این اسپیکرها داره صداش میاد. خیلی کار خفنیه. خواهیم بریم اون بالا الان اونجاها. این قشنگ فاز نینجا و نینجا بازیه. چرا تموم نمیشه؟ خیلی درازه. That's what she said. Laughing down from the call. It sounds like someone asking, who cooks for you? Scatterby dwelling hunters, natural intrigues. Sometimes seen in her quiet late afternoons. I'll make sure I tell Abigail about this. شبیه چیزه گیم متال گیر هم هست. جنگل بودمش. داشتیم برمیگشتیم. دوستان عزیز همکنون شاهین میگن عقاب هم نیست شاهین.
جوابی نشیدم جاشونم امیدم مگه این دنیا خسیسه. خب روز قبل کنسرت رو بگیم با وسط پشدونه بالاخره خیلی دوست دارم بدونم این الان چجوری قراره تو این شبکه رد بشه. اینجا یه سالونه داشتم نگاه میکردم که شوهاش چیه و کیه، مثلا اسما رو بدونم. مثلا این باحال بود، آری شفیر داد چشم افتاد به این شهرام دولتی توی بوک تیتر، در واقع توی یه همچین جاییه، یه همچین شکلیه. بعد باز اینجا مثل لیست دیگه داره داشتم میخوندم یه دونه عسل دیدم، رنگی چشات هستن. نمیدونم جایی گفتم یا نه، ولی داوود بهبودی که ترک عسل رو خونده، رنگی چشات عسل، فامیلمون بود. من میشم شاهرگ تاریخچه موسیقی ایران، یعنی از رنگ چشات عسل واسه میشم به رپ الان و الکترون، بیشتر الکترونیک الان. من تو رپ هیچ کارم نمی‌کنم، ولی داره یه اتفاق باحالی میفته. اونم اینه که من الان که دارم همینجوری پیاده راه میرم، یعنی کافی رو که با سپر گرفتیم بریم میریم، به خاطر اینه که دارم میرم جای خاصی.